أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 58 درس گرفتیم و بنده حالا میخواهم درس 59 را از این کتاب به سمع شما برادران و خواهران تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس التاسع والخمسون، یعنی درس 59. درس 59 به مثل درس های گذشته کلمه های نو برای حفظ کردن دارد که این کلمه ها باید حفظ و ازیاد کرده شوند. این کلمه ها عبارت است از این هایی که صاحب کتاب میگوید مصباح. مصباح یعنی چراغ، چطوری که صورتش هم بالاش گذاشته شده است. مصباح چراغ. جمعش می شود مصابیح. مصابیح یعنی چراغها. پس مصباح این اسمی آلت است. این اسمی آلت می باشد. هر آلتی که هر آن چیزی که روشنی می کند میتونیم ما اون رو مصباح بگوییم. مصباح یعنی که روشنی کننده. اما در اینجا مصباح به معنای چراغ، چطوری که ما و شما هم میدونیم چراغ روشنی میکند. بعد از این میگوید کهربائیون. کهربائیون یعنی برقی. کهربائیون برقی. بعدش میگوید مصباح کهربائیون، یعنی چراغ برقی. چراغ برقی. بعد از این میگوید منضدتون. منضدتون یعنی میز. منضدتون میز. جمعش میشود مناضد. مناضد یعنی میزها. مناضد میزها. منضدت الکتبی یعنی میزی کتابها. میزی کتابها. بعدش میگوید سیاسیون. سیاسی یعنی سیاسی، مسئله های سیاسی. ادبیون یعنی ادبی. وطنیون یعنی وطنی. ضروریون یعنی لازمی. یه چیز میگوید ضروری است یعنی لازمی هست. بعد از این میگوید ودیون. ودیون یعنی دوستانه. ودی دوستانه یا دوستی. بعد از این میگوید علاقتون. علاقتون یعنی علاقه، رابطه. جمع علاقه چطوری که ما و شما میبینیم با الف ت جمع میشود، یعنی جمع مؤنث سالم میشود. پس میشود علاقاتون. علاقاتون یعنی رابطه ها، علاقه ها. علاقاتون ودیتون یعنی رابطه های دوستانه. رابطه های دوستانه. صحیفتون. صحیفتون صحیفه. صحیفه ورق، یعنی هر یک کتاب در که صحیفه است میتونیم صحیفه بگوییم. و همچنین صحیفتون میشود گزیته. صحیفتون یعنی گزیته. جمعش میشود صحفون یعنی صحیفه ها یا گزیت ها. مقالتون. مقالتون یعنی مقاله. مقاله یعنی اثر علمی. مقالتون مقاله یا اثر علمی. جمعش می شود مقالاتون یعنی جمع مؤنث سالم با الف ت جمع می شود. مقالاتون یعنی مقاله ها، اثرهای علمی. بعد از این میگوید شبابون. شبابون یعنی جوان. شباب جوان. بعدش میگوید صداقتون. صداقتون یعنی محبت، صداقت.
جمعش می شود صدقاتون، با الف ت جمع می شود، یعنی جمع مؤنث سالم. صدقاتون یعنی محبت ها. بعدش میگوید سلامون، سلامون یعنی صلح، سلام یعنی صلح و امن و امان. پس سلامون این طور ترجمه می شود، صلح و امن و امان. بعدش میگوید بالقرب من، به نزدیکی از، به قریبی از. بعدش میگوید لا سیما، لا سیما یعنی مخصوصا یا بخصوص، لا سیما مخصوصا یا بخصوص. کذالک همچنین یا همین طور، همچنین یا همین طور. ساعتین، ساعتین یعنی 2 ساعت، ساعتین 2 یعنی این تثنیه است، یا و نون در آخر کلمه همراه که میکنیم پس مثنا میشود، یا الف و نون. ساعتانی 2 ساعت، ساعتین همچنین 2 ساعت. لکی تا این کی، لکی تا این کی. بعدش میگوید لکی یعیش، تا این که زندگی بکند، لکی یعیش تا این که زندگی بکند. کی ما شما میدونیم که از حرفای ناصبه است که در اول فعل مضارع میدراید و آخر فعل مضارع را منصوب میکند، چطوری که میبینید یعیش. پس این فتحه به خاطر این کی شدگی است. این کی از نواصب فعل مضارع هست. یعیش زندگی بکند، لکی یعیش تا اینکه زندگی بکند. بعدش میگه طویلا، طویلا یعنی طولانی، مثلا وقتا طویلا وقتی طولانی، یا مثلا طریق طویل راه طولانی، راه دراز. پس طویل دراز، طولانی. بعدش میگه لا یکون الا، نمی باشد مگر این کی، لا یکون نمی باشد، الا مگر این کی. الا از حرفای استثناء است که ترجمهش مگر، الا مگر. بعدش میگوید لا یفهمه الا هو، نمی فهمد وی را مگر وی. لا یفهمه الا هو، نمی فهمد وی را مگر وی. این هو مفعول به، لا یفهمه، الا لا نافیه است، این لا ناهیه نیست، یعنی آخر فعل مضارع این لا جزم نمی کند. از این است میگیم نمی فهمد. لا یفهمو فعل مضارع مرفوع، فاعلش ضمیر مستتر تقدیر هو، لا یفهمو هو. این هویی که در آخر این میبینید، این یا فاعل یفهمه، این هویی که بعد الا آمدگی است این هست، الا هو. لا یفهمه الا هو، این هویی که بعدی الا که هست این فاعل یفهمه است. این هویی که در آخر یفهمه هو، این هو مفعول به است. بله، لا یفهمه الا هو. پس الا در اینجا ادات استثنای ملغاتش میگن، یعنی عمل نمی کند، زیرا اینکه پیش از خودش نفی آمدگی است. لا یفهمه الا هو، نمی فهمد وی را مگر وی. این هو فاعل یفهمو است. غیر ان، مگر این کی، یا غیر این کی، غیر ان مگر این کی، یا میتونیم بگیم غیر ان، غیر به معنای الا هست، الا ان مگر این کی یا غیر این کی. پس این غیر ان این را میگن ادوات ربط، این را نامش ادوات ربط است. ادوات ربط بسیار است، یکی از اونها ان همین غیر ان هست. مطبوع، مطبوع یعنی چاپ شده، مطبوع چاپ شده. مثلا کتاب هایی که چاپ میشوند به کامپیوتر و برآورده میشوند اون را میگن مطبوع، یعنی چاپ شده. مخطوط، مخطوط کتابی که دستنویس است، حالا چاپ نشده است. مخطوط یعنی دستنویس.
بعدش میگوید مطالعتون. مطالعه یعنی مطالعه کردن یا آموختن. مطالعه آموختن یا بررسی کردن، به همین طریق ترجمه کرده می شود. بعدش میگوید قاعة المطالعتی، یعنی زلی بررسی کنی، زلی که در آنجا بررسی میکنن، یا زلی آموختن. قاعة المطالعتی زلی آموختن. بعدش میگوید نیرون. نیرون یعنی روشن. نیرون بسیار نورانی، یعنی بسیار روشن. بعدش میگوید مشغولون. مشغولون یعنی بند. مثلا میگوید که وی هو مشغولون، وی بند است، مشغول هست. مشغولون اسم مفعول هست. مشغول بر وزن مفعولون اسم مفعول هست. مشغولون جمعش جمع مذکر سالم می شود. مشغولون یعنی مشغول ها، بندها، کسانی که بند هستند، بندها. بعدش میگوید اما. اما این را حرف تفصیلش میگن. اما نامش حرف تفصیل است، پس این به معنای اما هست. به تاجیکی ما شما اما میگوییم. بعدش میگوید ف یعنی پس. پس ف ترجمه های گوناگون داره. فای تفسیریه داریم و فای عاطفه داریم و فاها خیلی زیاد هست. فای فصیحش میگوین، خیلی فاها زیاد هستند. پس ف به تاجیکی ترجمهش پس. بعد از این میگوید بینه. بینه یعنی در بینی. بینه یعنی بین. به تاجیکی هم بینش میگویم، بین، وسط. بینهم یعنی بین ویها. بینهم یعنی بین ویها. بینکم یعنی بین شما. بیننا یعنی بین ما. پس این همین کلمه بینه ده ضمیرها را، ضمیرهای مجرور را، اینش که هم غایب است، ضمیر جمعی مجروری غایب. بینهم بین ویها مردها. بینکم بین شما مردها. بیننا بین ما. اکنون بینهم برای ویها مردها است. اگر زنها میشد میگو بینهن، یعنی بین ویها زنها. این بینکم برای مردانه است. اگر زنانه میشد میگو بینکن، یعنی بین شما زنها. اما بیننا این هم برای مذکر است هم برای مؤنث، یعنی بین ما. مردها میگوید بیننا، زنها میگوید بیننا. بعد از این میگوید مکث. مکث یعنی ایستاد. مکث ایستاد. پس این واو دلالت میکند که فعل مضارعش یفعلو میشود. مکث یمکثو. پس از 22 باب صرفیه که ما و شما خواندیم از باب یکم است، از باب نصر ینصرو است. مکث یمکثو. مکث ایستاد، یمکثو می ایستد. این مکثون مصدر هست. مکثون یعنی ایستادن. مکثون یعنی ایستادن. پس این هست کلمه های نوی درس 59. پس میگذاریم به حوار و گفتگوی درس 59. صاحب کتاب میگوید که الكتب الادبیة في هذه المكتبة كثيرة واما الكتب السیاسیة فقلیلة. میگوید کتابهای ادبی در این کتابخانه بسیار است و اما کتابهای سیاسی پس کم هستند. الکتب الادبیة یعنی کتابهای ادبی، نعت و منعوت. فی هذه المکتبة در این مکتبه. هذه اسم مجرور، المکتبة بدل از هذه. کثیرتون بسیار است، پس این خبری الکتبو هست. کتبو مبتدا، کثیرتون خبر. و اما الکتب السیاسیة و اما کتاب های سیاسی فقلیلتون، پس میگوید خیلی کم است. بعدش میگوید
الطالبات یجلسن بالقرب من منضدة الكتب، یعنی دانشجو دختران، الطالبات جمع مؤنث سالم، دانشجو دختران یجلسن می نشینند بالقرب من منضدة الكتب، به نزدیکی از میز کتاب ها. الطالبات یجلسن، این نون فاعل یجلسه هست، یجلس فاعلش این همین نون هست، این نون جمع مؤنث سالم است، نون ضمیر جمع مؤنث سالم. یجلسن می نشینند ویها زنها، بالقرب به نزدیکی یا در نزدی، من منضدة الكتب یعنی میز کتاب ها. بعدش میگوید على المنضدة عدد كبير من الصحف والمجلات باللغة الوطنية، یعنی که بر بالای میز، على المنضدة بر بالای میز، عدد كبير یعنی عدد كثير، یعنی تعدادی بسیار، تعدادی کلان، کبیر کلان، پس اینجا کبیر به معنای کثیر است، عدد کثیر یعنی تعداد، یعنی عددهای بسیار، من الصحف از گزیت ها هست، و المجلات و مجله ها است، باللغة الوطنیة به زبان وطنی، به زبان وطنی. على المنضدة عدد كبير من الصحف والمجلات باللغة الوطنية، بر بالای میز تعدادی بسیار از گزیته ها و مجله ها به زبان وطنی هستند. بعد از این میگوید فی صحیفة اليوم مقالة طویلة عن انتشار الاسلام بین شعوب العالم لا سیما بین الشباب. میگوید فی صحیفة اليوم یعنی در گزیته امروزه، مقالة طویلة مقاله طولانی هست، یعنی اثر علمی طولانی هست، عن انتشار الاسلامی درباره، عن یعنی از، یعنی از یعنی درباره انتشار الاسلام، درباره پهن شدن اسلام، بین شعوب العالم در بین مردم عالم، شعوب جمع شعب، مردم ها، شعب مردم، شعوب مردم ها، شعوب العالمی مردم های عالم، لا سیما مخصوصا یا بخصوص بین الشباب در بین جوان ها. پس میگوید فی صحیفة اليوم یعنی در گزیته امروزه، مقالة طویلة اثر علمی طولانی هست، مقاله طولانی هست، عن انتشار الاسلامی درباره پهن شدن اسلام، بین شعوب العالمی در بین مردم های عالم، لا سیما بین الشباب مخصوصا و بخصوص در بین جوان ها. بعد از این میگوید الصداقة والعلاقات الودية ضرورية لكي تعيش الشعوب في سلام. میگوید العلاقة، الصداقة یعنی که محبت و صداقت، الصداقة صداقت و محبت، والعلاقات الودية یعنی رابطه های دوستانه، ضروریتون اینها ضرور هستند، لازمی هستند. چرا لازم است؟ لکی تعیش الشعوب، تا اینکه زندگی بکنند مردم ها، فی سلام در امن و امان و صلح، فی سلام در امن و امان، در صلح زندگی بکنند. برای صلح و امن و امان پس صداقت یعنی محبت و رابطه های دوستانه ضروری می باشد. الصداقة والعلاقات الودية ضرورية لكي تعيش شعوب في سلام. پس صداقت و محبت و علاقه ها و رابطه های دوستانه ضروری می باشد، لکی تعیش شعوب فی سلام، تا اینکه زندگی بکنند جوان مردم
در امن و امان و صلح. بعد از این میگوید غیر ان السلام لا یکون الا من الاسلام، غیر ان، مگر این که میگوید سلام یعنی امن و امان صلح لا یکون نمی باشد الا من الاسلامی، مگر از اسلام، یعنی مگر با اسلام می باشد، الا مع الاسلامی، مگر با اسلام می باشد. یعنی صلح و امن و امان اینا همه با اسلام هست. اگر اسلام باشد، مردم اسلام بدونن، مردم اسلام بفهمن، پس این صلح و امن و امان واقعی در بین مردم به وجود می آید. میگه غیر ان، مگر این که سلام یعنی امن و صلح و ثبات لا یکونو نمی باشد الا من الاسلامی، مگر از اسلام، مگر با اسلام. بعد از این میگوید مکث الطلاب فی المکتبة ساعتین ثم ذهبوا الى الجامعة وكذلك الطالبات ما مکثن طویلا. میگوید مکث الطلاب یعنی ایستادن دانشجویان فی المکتبة در کتابخانه ساعتین 2 ساعت، ثم ذهبوا بعد رفتن دانشجویان، این واو ضمیر جمع فاعل ذهبه، پس رفتن دانشجویان الی الجامعة به طرف دانشگاه، و کذالک الطالبات و همچنین دانشجو دختران، طالبات جمع مؤنث سالم، و همچنین دانشجو دختران ما مکثنا، این مای نافیه است، ما مکثنا یعنی نایستادن، انتظار نشدن، طویلا مدت طولانی، وقتا طویلا یعنی مدت طولانی انتظار نشدند. مکث الطلاب فی المکتبة ساعتین، ایستادن دانشجویان در کتابخانه 2 ساعت، ثم ذهبوا الى الجامعة بعد رفتن به سوی دانشگاه، و کذالک الطالبات و همچنین دانشجو دختران ما مکثن طویلا انتظار نشدن یا نایستادند بسیار وقت طولانی. عند ابینا کثیر من الکتب المطبوعة والمخطوطة، یعنی که عند ابینا دارد پدر ما، عند به معنای دارد، همچنین میشه به معنای در نزدی، اما اینجا به معنای دارد بگیم بهتر است. عند ابینا یعنی دارد پدر ما کثیر من الکتب المطبوعة، بسیار از کتاب‌های چاپ شده، و المخطوطة و کتاب‌های دستنویس. عند ابینا کثیر من الکتب المطبوعة والمخطوطة، یعنی دارد پدر ما بسیار از کتاب‌های چاپ شده و دستنویس. بعدش میگوید فی مکتبة مدرستنا قاعة للمطالعة و هی واسعة و نیرة. میگوید که در کتابخانه مدرسه ما قاعة یعنی زل هست، للمطالعة برای مطالعه کردن، یعنی برای آموختن، زلی برای آموختن و زلی برای بررسی هست. و هی واسعه و همون قاعه یعنی همون زل، و هی برمیگرد به قاعه یعنی همون زل، واسعه پهن است، و نیره و روشن است و روشن هست. فی مکتبة مدرستنا قاعة للمطالعة، در کتابخانه مکتبی ما زل برای بررسی هست، زل برای آموختن هست. و هی واسعة و نیرة و همون زل و وی یعنی همون زل واسعة و نیرة پهن و روشن هست. فیها طاولات و کراسی و رفوف للکتب و علی الطاولات مصابیح کهربائیه. میگوید که فیها در وی یعنی در قاعه، در زل،
در وی طاولاتون یعنی میزها هست و کراسی و کرسی ها هست، استل ها هست و رفوف للکتبی و تاق های برای کتاب هست، تاق جای هایی که کتاب مانده می شود و علی الطاولاتی و بر بالای میزها مصابیح و کهربائیتون یعنی چراغ های برقی هستند. فیها طاولات و کراسی در داخل وی یعنی در داخل زل طاولات و کراسی و میزها و استلها هست و رفوف و تاقها هست للکتبی برای کتابها و علی الطاولات و بر بالای همون میزها مصابیح و کهربائیتون یعنی چراغ‌های برقی هست. پس در اینجا فیها طاولات و کراسی اسم غیر منصرف است، از این حساب آخرش تنوین قبول نمی کند و همچنین مصابیح تنوین قبول نمی کند به خاطر اونه که اسم غیر منصرف هستن اینها. بعد از این میگوید که الطلاب الان فی قاعة المطالعة و هم مشغولون بالقراءة والکتابة. میگوید که الطلاب یعنی دانشجو پسران حال حاضر، الان یعنی حال حاضر، فی قاعة المطالعة در زل بررسی هست، در زل آموختن هست و هم مشغولون و ویها یعنی که همین طلاب دانشجو پسران مشغول هستند یعنی بند هستند بالقراءة با خواندن و والکتابة با نویستن. اونها مشغول هستند میگه با خواندن و با نویستن. اکنون الطلاب الان فی قاعة المطالعة یعنی دانشجویان حال حاضر در زل مطالعه هستند، در زل بررسی هستند و هم این واو میتونیم واوی حالیه بگیم و حال کونهم یعنی در حال بودنشان همین دانشجویان، یعنی حال همین دانشجویان همین است که هم مشغولون و هم مشغول هستند بالقراءة والکتابه با خواندن و با نویستن، بند هستند با خواندن و با نویستن. پس این هست حوار درس 59. با همین حوار درس 59 با آخر رسید و درس امروزه را در اینجا به پایان میرسانم. تا درس آینده یک و یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. بارک الله فیکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.